سلام، من امروز اومدم کارگاه و میخواستم که کارهای شما عزیزانی که سفارش داده بودید رو بسته بندی کنم. دیدم که چقدر این کار زیباست و تصمیم گرفتم که چند نمونه از این کارا رو امروز به شما نشون بدم. واقعا از اینکه شما اینقدر با سلیقه این و اینقدر با حساسیت بین 500-600 تا طرحی که ما داریم اون طرح خودتون رو که باب سلیقتون انتخاب میکنید و اینقدر میبینم که طرحهای زیبایی رو انتخاب میکنید، به خودم میبالم و افتخار میکنیم بابت وجود شما عزیزان. حالا با هم دیگه یه تعداد از این طرحها رو میبینیم. این طرحی رو که میبینید طرح ماهیمونه که با خود ساک حصیری سفارش دادن دوست عزیزمون. این طرح مال 3-4 سال پیشه، اما چون باز دوباره طرح ماهی ترند شده خیلی از شما دوستان دارید این طرح سفارش میدید. باز اگه تغییراتی هم دوست داشته باشید میتونید بدید، حالا بهتون نشون میدم که یه سری از دوستان تغییرات هم میدن طرحشون. این طرح پروانه‌مونه که تابتای و خیلی فانتزی و قشنگه، یه لنگش قرمز یه لنگش آبیه، ولی در حقیقت یه جفت گیو است. این طرح چشم نظرمونه با زمینه سرمه‌ای. مثلا این طرح رو ببینید، یکی از دوستان که طرحش سفارش داده بود خواسته بود که یه مقداری طرح‌ها گلایی که روش میخوره پرتر باشه. چیز خیلی جذابی که جدیدن داریم تولید میکنیم، گیوهای ساقداره که توربافته و از جنس نخش، از جنس خود نخ کتانه. خیلی تابستونی و قشنگی، شما میتونید با پیراهنتون هم بپوشید. حالا عکسای قشنگتر و کاملتری هم ازش میذاریم. طرح دریاست که باز این طرح خیلی قشنگیه، طرح تابستونیه. طرحهای سوزندوزیمون هم که واقعا خودش اصلا جایگاه خاصی داره تو قلب ما، به خاطر اینکه اولین بار خانم سیستان بلوچستانی اینا رو طراحی کردن و اصلا اجراش بسیار سخت هستش و از ظرافت و زیبایی خاصی برخورداری که آدم یاد فرش ایرانی میندازه. این نمونه کارهاییه که من خواستم سریع براتون توضیح بدم. در ضمن اگر سوالی دارید میتونید تو کامنت ها بذارید، یا اینکه کامنت بذارید یا اینکه دایرکت بپرسید، من با کمال میل جواب میدم. خیلی خوشحال میشم که در خدمتتون باشم و هر سوالی داشته باشید و مطمئنا پاسخ میدیم. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید. خداحافظ.